سلام، خوشحال هستم به چنل یوتیوب من خوش اومدید. سابسکرایب یادتون نره. دربی 103 تموم شد و اصلا برای ما اهمیت نداره که چه نتیجه رقم خورده. امروز قرار راجع به حذف داورهای زن ایرانی از این بازی صحبت کنیم که اصلا ببینیم داستان چی شده. یه سری از افراد میگن که مثلا اون عکسی که از داور منتشر شده بود از یکی از داورهای خانم که داشت پرسپولیس رو تشویق میکرد از طرف طرفدارای استقلال بوده. خود ایشون هم اومده یه متنی منتشر کرده گفته موضوع درون فوتبالیه، ولی داستان خیلی فراتر از این حرفاست. تو این ویدیو خیلی کوتاه قراره بررسی کنیم ببینیم اصلا داستان چی بوده. با من همراه باشید. بریم ببینیم که داورها چه کسانی بودن. چقدر کثیف شیشه عینک. کلا در ایران فعلی 3 تا داور هستن که مجوز اتاق داور ویدیویی رو دارن، مجوز VAR رو دارن. مهسا قربانی، مهناز زکایی و موعود بنیادیفر. خیلی اسمش عجیبه، موعود بنیادیفر. اما داستان حذف این از کجا صورت میگیره؟ فدراسیون، آقای مهدی تاج و حالا سایر دوستان، خداداد افشاریان در کمیته داور، رئیس کمیته داوران، اونم که رئیس فدراسیون، چون VAR قراره توی دربی استفاده بشه، پس به داورهایی نیاز داریم که این مجوز رو دارن و چه بهتر که از داور زن استفاده کنیم که تو اتاق VAR نشسته و توی دید نیست. از اون طرف میتونن به فیفا هم بقبولونن که آقا ما این کار رو هم کردیم. این به مذاق خیلی خوش نیومد. خبرگزاری فارس یه بخشی داره به اسم فارس من. یک سری افراد بسیجیوار میرن اونجا و یک سری کمپین میسازن، یه سری پویش میسازن که همونها میشه پرونده سازی. یعنی شما یه خبرگزاری فارس رو دارید، یه بخش فارس من رو نگاه کنی، همش پرونده سازیه برای اشخاص مختلف. مثلا یه چیز خیلی عجیبیه. بعداً با یه ویدیو رو میبریم که اصلا فارس من چیه. میگه مخالفت با حضور داور خانم در جمع داوران دربی 103. استارتش از اینجا میخوره. یارو که کمپین رو ساخته که ممکنه خود خبرگزاری فارس باشه که هست، گفته که لزومی ندارد داور زن به عنوان کمک داور ویدیویی در این بازی حضور داشته باشه. این یعنی اصل قضیه. بلا فاصله ما میبینیم بعد از این ماجرا عکسی منتشر میشه از خانم مهناز زکایی، یکی از داوران که عکسش رو الان میذارم بتونید ببینید. این عکس منتشر میشه که ایشون در یکی از مسابقات پرسپولیس میان و به عنوان تشویقگر، تماشاگر حضور پیدا میکنن که این اتفاق هم این شکلی رخ میده که گزینشی شده این افراد اومده بودن. مثلا عدد دقیقش یادم نیست، 500 نفر، 1000 نفر، 100 نفر قرار بیان ورزشگاه. اینا گزینش شده، مثلا شما داوری بیان، مثلا 2 تا بلیط مال شما، میرن ورزشگاه و دیگه عکسی از ایشون منتشر میشه که خیلی هم عکس در حال شادی هست و به هر دلیل فدراسیون، کمیته داوران مجبور میشه که از خانم زکایی استفاده نکنه. چرا؟ خب شما قاضی که نسبت داشته باشه، آشنا باشه با طرفدار یک حزب باشه، یک گروه باشه، یک تیم باشه، هر چیزی، این باعث میشه که بذارنش کنار. و تا اینجا این عکسی که منتشر شد، هرچند پرونده سازیه بازم، ولی خب چیزی که رو شده. شما توی رسانه‌های جهان هم میتونید رو ببینید که همچین اتفاقی میفته. ولی ما میبینیم که در ادامه خانم مهسا قربانی هم حذف میشه. چه زمانی که بس اصلا اسمش هم اصلا نمیشه که ایشون حذف شده، زمانی که تیم داوری VAR و اینا میرن قبل از دربی، یه روز قبل از دربی فکر میکنم، بازی ببینن تو اتاق چه خبره، مثلا با امکانات و اینا در واقع آشنا بشن که کجا قرار گرفته. میبینیم که ایشون حضور نداره. خبرگزاری تصمیم میاد خبر میزنه که ایشون حذف شده. زمزمه های حذف این شخص وجود داره و اینجا میبینیم که ایشون هم حذف میشه. به خاطر چی؟ به خاطر یک پویشی که خبرگزاری فارس را انداخته بود و در واقع بسیجی‌ها را انداخته بودن که ما نمیتونیم از نظر شرعی نمیتونیم تحمل کنیم که داور ویدیویی زن داشته باشیم. به دلیل محدودیت‌هایی که در زمین فوتبال وجود داره، یعنی نمیتونن، یعنی اجازه ندارند که
مسابقات مردان رو در ایران داوری کنن، بس داور وسط باشه، تو کمک داور باشه، اصلا هیچی. حالا رفتن سراغ مجوزها تا کمک داور ویدیویی باشن، ولی با این حال میبینیم که حکومت بر نمیتابه موضوع رو و این دو داور رو هم از دربی حذف میکنه. طرفدارای فوتبال میدونم استقلالی هستید، پرسپولیسی، هر چی، سعی کنید که یه مقدار به این موضوعات هم نگاه کنید که چطور یک فوتبال میتونه حکومتی باشه. مرسی که من دنبال کردید.